و نمود از این سرک است و بهترین و مقبول ترینش است اینمی شهریار است. یعنی شهریار ورده دوستان عزیز هتل مقبول در این سرک نیست. هتل های دیگه هم از نشانتان میتم، اما به زیبایی هتل، به مقبولی هتل و به بزرگی هتل نیستن. همه تو نداره. طرف هم دوستان عزیز جهان کانتیننتال میبینین، یک زمان اسمش استانبول بود و یگانه تالار عروسی شهر کابل بود که سقفش پایه وسط نداشت. منظور از پایه وسط دوستان عزیز یعنی همین که چه هستم براتون بگویم. خب این در تصویر میبینین دوستان عزیز، حالا کم کم دوستان عزیز نزدیک 90 فامیلی شهر کابل میشیم. هتل ها رو ببینین، باز دوباره منطقه گپ خود زدیم. همه هتل دوستان عزیز بسیار مقبول است، بسیار زیباست. در کابل دوستان عزیز یگانه چیزی که زیاد نمود کابل کشیده اصلا کابل. سلام و درود نثاره شما عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند باشین و روزگارتان به خوبی خوشی و طبق میل دلتان سپری شود. دوستان نهایت گرامی، در پروانه سیوم شهر کابل هستیم. همون قسم که از زیبایی های هتل شهریار میبینین دیگه میفهمین که این سرک پروانه سیوم شهر کابل علاوه تهیه مسکن است، جایی که هتل های عروسی بسیار زیبا، بسیار مقبول و مفشن و مدرن موقعیت دارم. یک دانش که نمونهش است دوستان عزیز، نمونه از این سرک است و نمود از این سرک است و بهترین و مقبول ترینش است اینمی شهریار است. یعنی شهریار ورده دوستان عزیز هتل مقبول در این سرک نیست. هتل های دیگه هم از نشانتان میتم، اما به زیبایی هتل، به مقبولی هتل و به بزرگی هتل نیستن. همه تو پیش میریم دوستان عزیز. هتل دیده دیگه ببینین چه نمایی داره، چقدر مقبول است و چقدر این هتل زیباست. و یکی از هتل های اقتصادی شهر کابل همچنان از دوستان عزیز نسبت به هتل های میدان هوایی کابل، نسبت به هتل هایی که در اوج موقعیت داره یا هتل های شهر نو اقتصادی تر هم هست و البته همونطور زیباتر و مقبول تر هم است. هرچند به هتل های میدان هوایی هتل های دیگه نمیرسه، جز یک هتل که در مکرویان موقعیت داره به نام اشتباه اگر نکنم امپراتور نبود، نامش یادم رفته دوستان عزیز. شما در کامنت ها بر ما بنویسین که هتل که در مکرویان موقعیت داره کدام هتل است. آرس دوستان عزیز هتل امپریال است. هتل امپریال است که بسیار روی مردم دوست داره و بسیار مقبول هم است و میگن که هتل اول در افغانستان اوست. باز به بعد از او بهترین ها ستاره ها، ستاره شهر است، اورانوس است، امپراتور است، اینمی شهریار است، کاخ سفید است، هتل شهر نو است. نه هتل ها فشن و مدرن باز زیاد است. خب دوستان عزیز ما در مورد منطقه این دکانایی که میبینین یا دوستان عزیز مواد موتورهای بزرگ هم میفروشه. منظور از موتورهای بزرگ دوستان عزیز موتورهای کاماز، مازدا، از این موتورهای بنزهای کلان، خلاصه موتورهای باربری، وسایل دکوریشنش دارن، بریکایش از اون طرف دوستان عزیز کلچ و دیسک و این چیزایش دارن. دیگه این هتل هم دوستان عزیز اگر مردم سابق ما به یاد داشته باشن هتل شکیب است. هتل شکیب دوستان عزیز قصه های از قدیم است که هنوز هم دریوران کاستر، دریوران موتور کاستر هم دوستان عزیز هنوز با ایجاد به نام هتل شکیب یاد میکنن و ایستگاه هتل شکیب نام داره. شما دوستان عزیز اگر قصه های در مورد هتل شکیب میدونین یا که هر چیز دیگه بر ما در کامنت ها بنویسین تا ما هم بفهمیم که هتل شکیب چی بود و چطور نامش تو در تاریخ کابل ماندگار شد. حالا که چیزی به نام هتل شکیب وجود نداره. طرف هم دوستان عزیز جهان کانتیننتال میبینین، یک زمان اسمش استانبول بود و یگانه تالار عروسی شهر کابل بود که سقفش پایه وسط نداشت. منظور از پایه وسط دوستان عزیز یعنی همین که چه هستم براتون بگویم. خب هر سقف بر اساس پایه ها سوار میشه، اما این هتل پایه وسط نداشت. یعنی در وسط سالن هیچ پایه وجود نداشت، کلا یک سالن یک تکه و مکمل بود. در پالوشون دوستان عزیز قصر الماس میبینین که این هم یکی از بهترین هتل های عروسی
شهر کابل است. مطمئن هستم همگی خاطر داره، کسایی که در کابل بودن همگی، چون یکی از هتل‌های خوب اقتصادی و مقرون به صرفه کابل است که مردم روسیه خود اینجا میگیرن. و هتل بعدی هم دوستان عزیز تالار قصر ارغوان هست که میبینین دیگه مقدر خود به زحمت نکرد، منظور از این که گچکاری نکرد مثل دیگه هتل‌ها، فقط گرفت این شیشه ها را با استیکرهای نارنجی پوشاند و شیپ خود تغییر داد. و این طرف هم دوستان عزیز هتل آخری هتل شام کانتیننتال است که هم دوستان عزیز هتل که زیبا، مقبول و همونطور اقتصادی است که این در تصویر میبینین دوستان عزیز. حالا کم کم دوستان عزیز نزدیک 90 فامیلی شهر کابل میشیم. هتل ها رو ببینین و زباره منطقه گپ خود زدیم. همه هتل دوستان عزیز بسیار مقبول است، بسیار زیباست. در کابل دوستان عزیز یگانه چیزی که زیاد نمود کابل کشیده، اصلا کابل خوبش نشان میده همین هتل هاست. شما از طرف شب بین این هتل ها رو ببینین، همو دلتان تازه میشه یک رقم دوستان عزیز، خوشتون میاد همو هتل و همو عروسی. حالا کنه عروسی فکر کنم خلاص شده، عروسی روزانه بوده، مردم میبرایه. این طرف از دوستان عزیز دیگه مستری هستن که این در تصویر میبینین اینجا میان دیگه دیکوریشن موتر از مستری هاست، هر چیز هست. و میرسیم دوستان عزیز به منطقه 90 فامیلی شهر کابل، منطقه مشهور و محبوب شهر کابل از دوستان عزیز که تاریخچه‌اش همچنان ما در بخش افغانستان داستان 1001 در این پلیلیست همیشه موقعیت داره، در این کانال است. باز کنین و ببینین معلوماتش کامل. گفتیم که چرا این بخش شهر کابل 90 فامیلی میگن و چرا به نام 90 فامیلی مشهور شده. درباره تهیه مسکن همچنان و دوستان عزیز درباره هر جای از شهر کابل که شما بخواین ما معلومات تهیه کردیم و در اون بخش دیده میتونین. این طرف دوستان عزیز که آفتابونه یک حالت سینماتیک گرفته دیگه که ما هم از سرک بگذاریم. شفاخانه بهزار میبینید که تازه تاسیس است، در پهلوش هم مرکز مجدنی کهدامن و لبنیات مرکزی هاریزمیر. و این طرف هم دوستان عزیز رستوران مشهور و محبوب رومال برگر شهر کابل میبینیم که فکر نکنم هیچ کس باشه که با نام از آشنایی نداشته باشه، تو کس فکر کنم نباشه. رومال برگر همه میشناسن، برگرایش جوسایش نام داره و واقعا مزه‌دار و خوبش از دوستان دیگه. نامدین یک بار یا اینی طرف هم دیگه یک فضایی که زیبا و خوبش جور کرده دوستان عزیز. در تصویر میبینین گل و گلکاری است دیگه، شب که شب چراغ‌های از هم روشن میشه و بسیار مقبول و عالی معلوم میشه. طرف هم دوستان عزیز کندوز کباب است، نمایندگی پل سرخ شعبه اول در تصویر میبینید. میگم تو دوستان عزیز کم کم ما هم به تهیه مسکن شهر کابل میرسیم. ان شاء الله که ویدیو خوشتون اومده باشه، ویدیو لذت برده باشه، ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همتون به الله متعال میسپارم. روز روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتون.